قلبت با وجود اون حسی که درونش به وجود اومده راه جدید رو بهت نشون میده. یاد بگیر که رها کنی اگه میخوای زندگی کنی. البته این حق انتخابش با خودته. باور کنی درد ترس از دست دادن بیشتر از درد از دست دادنه. وقتی مدام این ترس رو با خودت داری فقط خودتو عذاب میدی و خودتو زیر سوال میبری. از دست دادن یه واقعیت تو این دنیا و ناراحت شدن یکی از شفافترین احساس. شما وقتی ناراحتی خیلی شفافه واسط که ناراحتی، ولی راجع به احساسهای دیگه اینجوری نیست. حالا یکی با جواب ندادن به تلفنش ناراحت میشه، یکی هم با ترک شدن. به هر حال مهم نیست که بابت چی ناراحت میشه اون طرف، مهم اینه که اون احساس رو تجربه کنه برای بزرگتر شدن خودش. تقریبا میشه گفت سخت‌ترین شرایط شاید این باشه از نظر خیلی ها، البته، که در معرض ترک شدن قرار بگیرن. حالا این از دست دادن میتونه از دست دادن خونه، ماشین، جوونی، پارتنر و خیلی چیزهای دیگه باشه. حالا از هر کسی یه چیزیه دیگه. اما ما باید به این آگاه باشیم که از وقتی به دنیا میایم در معرض از دست دادنایی و این یه حقیقت از زندگی و ما باید از الان تمرین کنیم از دست دادن ها رو که برای از دست دادن های بزرگتر آماده باشیم. و زندگی بعد از دست دادن هاست که جریان پیدا میکنه. میدونم شاید سخت باشه، اما کم کم عادت میکنیم، یاد میگیریم که از دست بدیم و حرکت کنیم و همچنان دنیا برقراره و یکی از اصلی ترین قانوناش ناپایداریه. یعنی شما چه بترسی چه نترسی بارها از دست دادن رو قراره تجربه کنی. دنیا ناپایداره و این ذاتشه، تو نمیتونی کاری کنی مگر اینکه یاد بگیری چجوری ازش عبور کنی. و یاد گرفتنش چیزی جز تمرین کردنش نیست. با هر مقدار دردی که به همراه خودش داره واسط، هر مقدار دردی که به همراه داره واسط باید تمرینش کنی. چاره‌ای جز این نیست. و اگر خودت اینو تمرین کنی به نظرم خیلی بهتر از اینه که چندین بار بخواد دنیا دردشو به تحمیل کنه. درست مثل این میمونه که تو هیچی از کشتی نمیدونی، هیچ تمرینی هم نکردی، یه هویی ببرنت وسط زمین کشتی، تو آماده نیستی و وسط اون زمین حسابی رنج خواهی برد. همیشه دنیا مطابق میل من و تو نیست. ما اگه اینا رو تمرین میکنیم و روی خودمون کار میکنیم در این رابطه رها کردن حالا یا هر چیز دیگه و پذیرفتن خیلی از چیزا تو زندگیمون صرفاً واسه آرامش خودمونه، این کاریه که از دستمون برمیاد و اگه انجامش ندیم کوتاهی در حق خودمونه. تو اگه یکی از عزیزان داخلی چالشی هستش، یه گرفتاری داره، یه چیزی داره اذیت میشه، میری کمکش میکنی که از اون حال در بیاد، حالش اوکی بشه، بگذره و وقتی به خودت میرسه میگی نه نمیشه، من نمیدونم چیکار کنم، نه نمیشه راهی به خودت میگی. به نظرم برای خودت متاسف باش که رفیق خوبی نیستی واسه خودت. هر ذهنیتی که داری رو اصلا بذار کنار و این مسائل رو تمرین کن. اگه داری از این مسائل رنج میبری اینا رو تمرین کن، تمرین پذیرش کن. اینو بفهمش که از دست دادن ها نیاز توه و اینا بگم که دقیق به موقع میان و ما هم باید تجربهش کنیم و اینجوریه که اگه تو از دست دادن ها رو تجربه نکنی رها کردن رو یاد نمیگیری. اونو که تجربهش کنی رها کردن رو یاد میگیری. و به نظرم تو طول روزت، حالا هر تایمی که خودت داری، مدام با خودت تکرار کن دنیا ناپایداره و
و من دارم توی این ناپایداری زندگی میکنم. دنیا ناپایداره و من دارم توی این ناپایداری زندگی میکنم. حالا نه که با گفتن این استرس بگیری، بلکه اینو میگم بگی که با گفتنش آروم بشی که این قانون دنیاست، ربطی به ویژگی‌های من نداره. برای و واسه هر به دست آوردنی که از دست دادنی هستش. به خودت ربطش ندی اون مسئله رو. دنیا ناپایداره و من در این ناپایداری دارم زندگی میکنم. مرگ و ناپایداری همه چیز ما رو داره تهدید میکنه. ما میتونیم به چیزایی که از دست میدیم بچسبیم و احساس درموندگی کنیم، رنج ببریم. یه راه دیگه هم هست، میتونیم اونو رها کنیم، به استقبال چیزای جدیدتری بریم، تجربه‌های جدیدتر، اتفاقای جدیدتر. انتخابش به خودمونه، اینکه کدوم رو در زندگی انتخاب کنیم اختیارش به خودمونه. مسئولیت 0 تا 100ش هم با خودمونه. کسی قرار نیست به جای ما عذاب بکشه و کسی به جای تو عذاب نمیکشه. حتی اونی که ترس از دست دادنشو داری هم به جای تو رنج نمیکشه. و بذار اینو خیلی رک بهت بگم که اگه فکر میکنی دلیل حال خوبت اون چیزیه که ترس از دست دادنشو داری، سخت در اشتباهی.